ادامه بخش چهره‌های ماندگار صدرالدین عینی، زندگانی و قهرمانی. واقعه‌های افغانستان نشان دادند که چنین شخصیت‌های بزرگ فرهنگی به مثل استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، باباجان غفورов، میرزا ترسونزاده برای هر یک خلق ضرور میباشند. تجربه چنین شخصیت‌های بزرگ برای به مجرای درست زندگی و سمت سالم رشد فرهنگی هدایت نمودن جامعه خیلی مهم است. باعث افتخار است که ملت ما در گذشته دور هم بزرگترین دانشکده‌ها داشت که در آغوش خود صدها ادیبان و دانشمندان فرزانه از جمله رودکی و سینا، خیام و بیرونی، سعدی و حافظ، کمال و جامی، دانش و عینی را به کمال رسانیده در رشد علم و ادب و فرهنگ و تمدن بشری مقام خاصه پیدا کردند. پندهای بزرگان ما چون رودکی، فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، جامی، بیدل، احمد دانش، عینی، ترسونزاده و دیگران در سراسر عالم به نفع صلح، عدالت و غایه‌های گومانیستی خدمت می‌نمایند. مکتب بزرگ شاعری که استاد ابو عبدالله رودکی هنوز بیش از 1000 سال پیش به میراث گذاشته بود، حالا هم پابرجاست و طول 100 ساله ها شاعران توانای چون ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، ناصر خسرو، کمال خوجندی، سعدی شیرازی و خواجه حافظ، عبدالقادر بیدل و محمد اقبال، صدرالدین عینی و مومن قناعت و امثال اینها از آن مکتب سبقها برداشتند و خواهند برداشت. میخواهم یک چیز را گشته و برگشته تاکید نمایم. هر ملت و هر خلق خواه بزرگ باشد و خواه خرد تا خود را نشناسد، احترام نکند، تاریخ، فرهنگ و سنت‌های خود را نداند و قدر نکند، هیچگاه در میان ملت‌های دیگر مقام و منزلت شایان پیدا کرده نمی‌تواند. فرزندان فرزانه ملت این را عمیق درک می‌نمودند و همیشه کوشش به خرج می‌دادند که شعله خودشناسی ملی را در دل هم‌ملتان خود بیدار کنند. با یاد آریم سخن ملتساز استاد عینی را در آغاز عصر 20 که بر قصد همه بدخواهان ملت تاجیک بلند صدا داد و آن تا به امروز بر حق خدمت بزرگ در نزد ملت خویش می باشد. اگر در عهد سامانیان در سر گهواره فرهنگ و ادبیات عالم شمول ما سردفتر ادبیات تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی شب زنده‌داری کرده باشد، در 100 ساله 20 که مسئله بودن یا نبودن ملت تاجیک بارها در دستور روز قرار داشت، استاد صدرالدین عینی و باباجان غفورov با پشتیبانی و پاسداری تاریخ، فرهنگ، زبان و میراث ادبی، پرچم و آیین دولتداری و حق و حقوق معنوی ملت تاجیک برخواسته بر ضد فرهنگ ستیزان پرباطن مبارزه آشتیناپذیر بردند. این دو فرزند بزرگ ملت با شاه اثرهای خود نمونه ادبیات تاجیک و دیرتر تاجیکان نقشه های شوم بدخواهان و دشمنان ملت تاجیک را با برهان و دلیل های قاطع و سندهای ردناپذیر علمی برباد داده تاریخ و فرهنگ و زبان ناب تاجیکی را نجات دادند. تجربه ارزشمند تاریخی مبارزه برای آزادی و استقلال در عصر 20 در دوران نهایت مرکب سرنوشت ملت تاجیک اهمیت فوق‌العاده و حیاتی داشت، طوری که تاریخ ثابت می‌سازد در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 ملت تاجیک بنابر عامل‌های زیاد در مرحله نهایت حساس و خطرناک تاریخ خویش قرار داشت. اصالت و حتی بقای تاریخی او تحت خطر بی‌واسطه قرار گرفته بود. دایره‌ها و گروه‌های منفعت‌دار نه فقط اصالت و هستی تاریخ تاجیکان را از جهت ایدئوی و سیاسی بدقصدانه انکار می‌کردند، بلکه با همدستی و مساعدت فعال یک طایفه فرزندان ناخلف خلق ما می‌کوشیدند که ملت تاجیک همچون ملت اصیل و صاحب وطن اسیر فراموشخانه تاریخ گردد. در چنین دوران تقدیرساز استاد صدرالدین عینی وارد صحنه پیکار مقدس ملی شد. مبارزه جسورانه و فعالیت خردمندانه فرهنگی و معنوی، ایدئوی
ادبی و سیاسی و اجتماعی او در اصل کارنامه بزرگ ملی و سهم شایسته در تأمین استقلال وطن در آینده بود. بی سبب نیست که استاد صدرالدین عینی نخستین قهرمان تاجیکستان صاحب استقلال گردید. بخش چهره‌های ماندگار در باب صدرالدین عینی زندگانی و قهرمانی ادامه دارد.